درود دوستان، نتیجه قهرمانی آسیا اوید با MMA که در ازبکستان در تاشکند برگزار شده بود. تاجیکستان 3 طلا گرفت. هیئت تاجیکستان 5 ورزشگر بود در قهرمانی آسیا. فکر میکنم این کمترین هیئت بود و به هر حال 3 طلا گرفتند و در زینه سیوم قرار گرفتند. دوستان حاضر من شما رو میفهمونم. در وزن 56 کیلو سیعلی کمالوف طلا، در وزن 71 کیلو بهروز خورشیدزاده طلا و در وزن 96 کیلو قاسم سرداروف طلا. دوستان ما ورزشکاران تاجیک را تبریک میکنیم و امیدواریم که اونا هم در قهرمانی جهان جای اول را خواهند گرفت. و من شنیدم که MMA شاید که در همون چی المپیک هم داخل شود و با نزدیکی قهرمانی مسابقه های المپی هم شوند در رشته MMA و این خوب میشد. بعد یک چیز دیگر دوستان که هیئت تاجیکستان در MMA در تاشکند در ازبکستان 5 نفر بودند و 3 طلا گرفتند. برای چی من حاضر شما رو میگویم این نتیجه رو. MMA قهرمانی آسیا در ازبکستان شده بود در تاشکند، دیروز به انجام رسید، امروز به انجام میرسد فکر میکنم و ازبکستان قریب 32 ورزشکار در اینجا اشتراک کردن، 32 و قزاقستان باشد 22 یا 23 ورزشکار بود و تاجیکستان 5. ایران فکر میکنم 17 21 کمترین هیئت تاجیکستان بودن، ولی به هر حال تاجیکستان زینه سوم رو گرفت در این قهرمانی آسیا که در اینجا ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ایران، قرقیزستان، فیلیپین، اندونزیا، سعودی عربیه، خیتای، منگولیا و دیگر مملکت ها بودند. ولی به هر حال تاجیکستان از 5 ورزشگر 3 طلا و جای زینه سوم رو گرفت. شاید اگر ورزشکاران تاجیک زیادتر میشدن، حداقل 20 نفر میشدن، شاید که جای اول رو میگرفتن، چون که MMA تاجیکستان خیلی خوب رشد یافته است و تاجیکستان ورزشکاران تاجیک در MMA خیلی خوب هستند. دوستان قهرمانان تاجیک رو تبریک میکنیم با این نتیجه هاشون و امیدواریم که اونها در قهرمانی جهان، چون که اونها الان در قهرمانی جهان باید اشتراک کنند و فیلم ماهای همین تابستان ده و امیدواریم که در آنجا هم قهرمان جهان خواهند شد. دوستان در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. این بود نتیجه قهرمانی آسیا اوید با MMA که تاجیکستان 3 طلا گرفت. خدا یار و یاورتان باد تا امید دیدار.